سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان از کانال آیا فری بیتسی در خدمتتون هستم. کانال بیت کوین رایگان و کانال ایران آندرلاین اسمارت کانترکت، کانال قراردادهای هوشمند. توی این ویدیو میخوام در مورد قرارداد هوشمند جدیدی که حالا به اصرار دوستان استارت زدیم در موردش باهاتون صحبت کنم و پلنش رو با هم بررسی کنیم. این قرارداد برای سایت کریپتو فرندز هستش، مبتنی بر ارز ترون هست و یه سیستم بسیار ساده و یک دست و پرسودی داره. حالا توی این ویدیو من پلن رو براتون توضیح میدم و آموزش ثبت نامم به صورت مختصر رو آخر ویدیو سعی میکنم براتون بذارم. اول از همه که پلن اصلی این سیستم با 400 ترون با 400 TRX شروع میشه. شما 400 TRX پرداخت میکنید و مستقیما به نفر بالاسری شما معرف شما میرسه و شما کارتون رو استارت میکنید و هر نفری که معرفی بکنید 400 TRX یا همون 400 ترون شما دریافت میکنید. به ازای هر نفر ورودی شما 400 ترون دریافت میکنید. تعداد ورودی های این سیستم به صورت مستقیم برای هر نفر 3 تا دسته است. یعنی هر کی وارد این سیستم میشه توی این اسلاید و توی این عکس میبینید روی خود سایت که دارم معرفی میکنم براتون که خیلی سریعتر انجام بشه. هر کی 3 نفر میتونه به صورت مستقیم به این سیستم معرفی بکنه. وقتی هم که شما 3 نفر رو به صورت مستقیم معرفی میکنید هر 3 تا 400 ترون میذارن، شما 1200 ترون پولسار دریافت میکنید. یعنی تو سطح 1 تون 3 نفر هستن، تو سطح 2 تون 9 نفر قرار میگیرن، سطح 3 تون 27 نفر، یعنی 3 تا میره جلو. توی لول 1 شما 3 نفر رو داری. توی این عکس میبینید 3 نفر وارد شدن، هر کدوم 400 ترون میذارن، شما 1200 ترون 1200 TRX پورسان دریافت میکنید. توی مرحله بعد شما 1200 ترون پرداخت میکنید که به 2 لول بالا سر شما میرسه و اکانت شما به لول 2 میره، به لول 2 آپگرید میشه. افرادی که توی سطح 2 شما هستن، اون 9 نفری که توی سطح 2 شما هستن، وقتی به لول 2 آپ کنن از بابت هر کدومشون 1200 TRX به شما پرداخت میشه و در مجموع شما 10800 ترون دریافت میکنید از سطح 2 خودتون، فقط چون 9 نفر هستن. برعکس سیستم های دیگه که 2 میرفت پایین، این سیستم 3 تا میره پایین. تو مرحله بعد شما به لول 3 آپگرید میکنید اکانتتون رو و مبلغ 3600 ترون پرداخت میکنید که به 3 لول بالا سر شما میرسه. از مقدار پورسانت که گرفتید، یعنی از لول 2 به بعد شما رو دور سود میافتید. اینجا رو دقت کنید، شما 1200 گرفتید از دایرکتاتون، از معرفی های مستقیمتون که اونو برای لول ها پرداخت میکنید. ولی از اینجا به بعد شما وقتی سطح 2 تون پر بشه و پورسانت ها رو دریافت بکنید، از اینجا به بعد دیگه شما رو دور سود هستید. از این 10800 ترونی که میگیرید 3800 ترونش رو پرداخت میکنید به سیستم، باز لول آپ میکنید که اون به 3 لول بالا سر شما میرسه و تو سطح 3 شما 27 نفر هستن. وقتی این 27 نفر لول آپ کنن و به لول 3 بیان، اونا هم باید هر کدوم 3600 ترون پرداخت کنن که این 3600 ترون به 3 لول بالا سرشون میرسه که شما هستین و جمعا میشه 97200 TRX، 97200 ترون. و به همین ترتیب باز توی لول 4 تون شما 10800 ترون پرداخت میکنید و به لول 4 آپگرید میکنید که این 10800 ترون به صورت پورسانت به 4 لول یا 4 سطح بالا سر شما میرسه. اکانت شما لول 4 میشه و از سطح 4 تون که 81 نفر هستن، همینجوری 3 نفر رفتن پایین، توی سطح 4 شما 81 نفر هستن. این 81 نفر وقتی به لول 4 آپ کنن، هر کدوم 10800 ترون باید پرداخت کنن که به 4 لول بالا سرشون که شما هستیم میرسه. میشه چقدر؟ میشه 874800 ترون. این سیستم 8 سطحی هسته، 8 لوله هستش، ولی 8 لولش توی همین 4 سطح تموم میشه. برای لول های بعدی سیستم خیلی هوشمندانه باز برمیگرده از همون اول شروع میکنه. یعنی برای لول 5 اینجا نگاه کنید، لول 5 باز شما برمیگردید سراغ دایرکت های خودتون. شما اکانت خودتون رو 32400 ترون پرداخت میکنید، اکانت خودتون رو به لول 5 آپگرید میکنید و این پورسان مستقیما میرسه به بالاسری مستقیم شما. از همه این پورسانتی که تا اینجا به دریافت کردید، این رقم ناچیزیه واقعا. و به همین ترتیب وقتی اون 3 نفری که شما اول به سیستم معرفی کرده بودید، وقتی به لول 3 آپگرید به لول 5 خودشون آپگرید بکنن، این 3 نفر هر کدوم 32400 ترون پرداخت میکنن که اون ترون ها مستقیما باز به شما میرسه که میشه مبلغ 97200 ترون.
برای لول های بعدی هم باز به همین صورت، یعنی به لول 6 وقتی شما آپگرید بکنید اکانتتون رو 97200 ترون پرداخت میکنید. افرادی که تو لول 2 شما هستن اون 9 نفر وقتی به لول 6 آپگرید بکنن این مقدار مستقیما به شما میرسه که هر کدوم 97200 ترون میدن که در مجموع میشه 847800 ترون. باز به همین ترتیب اینا رو توی سایتش هم میتونید ببینید. برای لول 7 مقدار 291600 ترون میدید و در مجموع از لول 3 خودتون اون 27 نفر وقتی به لول 7 آپگرید کنن 7,900,000 ترون دریافت میکنید. و به همین ترتیب در نهایت لول 8 وقتی اکانتتون رو به لول 8 آپ کنید توی سطح 4 شما که 81 نفر هستن، 81 نفر وقتی به لول 8 آپ کنن شما 71 میلیون ترون پورسان دریافت میکنید. این سیستم خوبیش اینه که منسجم تره، مثل سیستم های شبیه به دابل وی شما نیازی نیست 8 سطح پر کنید و اون نفر آخر که 8مین سطح شما هستش بخواد به لول 8 آپگرید کنه و شما پورسان دریافت کنید. خیلی منسجم تره، سرعت رشدش خیلی بیشتره و با نفرات کمتر این سیستم به اون سود اصلی میرسه. این یه بخشیش بود. قراردادش توی این بالا هست، میتونید بزنید برید توی شبکه بلاکچین ترون قرارداد هوشمندش رو ببینید. از توی این گوشه هم میتونید زبون سایت رو عوض کنید به هر زبونی که میخواید ببینید، ولی از مترجم گوگل استفاده میکنه، یه خورده ترجمهش ماشینی هستش. این کل توضیح سیستم بود. برای استارتش شما از دو تا چیز میتونید، دو تا ابزار میتونید استفاده کنید. یا باید روی اندروید یا آی او اس نرم افزار ترون والت رو دانلود کنید که لینکش داخل کانال هست، میتونید از اون استفاده کنید، یا اینکه از مرورگر کروم استفاده کنید و افزونه ترون لینک رو نصب کنید. افزونه ترون لینک رو که نصب کنید اینجا روی ساین آپ یا روی لاگین که بزنید لینکی که بهتون داده میشه اینجا توی مرورگر میزنید، روی ساین آپ یا لاگین میزنید، ترون لینک خودش اتوماتیک میاد بالا و شروع میکنه پروسه پرداخت رو. شما تایید میکنید پرداخت میشه. برای گوشی هم حالا یه ویدیو آموزشی ضبط میکنم اونم میذارم که مشاهده کنید. بذارید اینجا ببینم میتونم الان بیارمش بالا براتون. خب آموزش ساخت اکانت با گوشی رو هم توی آموزش توی ویدیو دیگه ضبط میکنم و میذارم داخل کانال، میتونید استفاده کنید. توی کانال هم آیدی من هستش، از اول تا آخر ویدیو آیدی من هست. توی ویدیو هم میتونید باز آیدی رو ببینید. هر جا گیر کردید سوالی داشتید من در خدمتتون هستم. شب و روزتون خوش، سرشار از عرصه دیجیتال باشید.